سلام. امروز میخوایم نحوه رجیستر کردن مالیات رو، نحوه رجیستر کردن شرکت ها توی سایت فدرال مالیات رو براتون توضیح بدم و بگم از چه سایتی واردش بشید و چه کارهایی برای انجام بدید. توی قدم اولین کاری که باید بکنید اینه که این سایت رو که از اینجا می‌بینید eservice.tax.gov.au این سایت فدراله. این سایت رو وارد میشید و این صفحه برایتون نمایش داده میشه. دو تا راه دارید برای وارد شدن به این سایت. یکی اینکه با یوزر پس میتونید وارد بشید و یا اینکه با یو ای پستون وارد بشید. اگه با یوزر پس بخواید وارد بشید توی این قسمت لاگین ویت یور ایمیل آدرستون رو میزنید. اگر پسورد رو از قبل دارید وارد میکنید، اگر ندارید فورگت رو بزنید و این مراحل خیلی راحت براتون جلو میره. یا اینکه با لاگین ویت یوی پس وارد میشید. الان من با یوی پس میخوام وارد شم. یوی پس رو میزنم و توی این قسمت باید امارت آیدی اون شخص و یا مدیر عامل یا صاحب اصلی شرکت رو وارد کنید. وقتی که میزنید منتظر میشین تا این کد تاییدی که 47 هست بیاد. یوی پسمون تاییدش بیاد ما وارد این سایت. ما تایید رو اینجا زدیم و این رفت و الان وارد شدیم. این رجیستر کردن مالیاتی برای دارایی برای دبی خیلی مهم هست و اولین اقدام برای هر شرکتی این ثبت کردن و گرفتن این کدی هست که برای دارایی مهمه و تمامی شرکت ها چه در قبل ثبت بودن و چه تازه ثبت میشن اولین قدم باید این کار رو انجام بدن. برای اظهارنامه 2024 که شرکت ها میخوان رد بکنن این مهمه. ما اینجا یه شرکت ثبت شده رو داریم، حالا توی مراحل نهاییش مونده هنوز تا اپرووالش بیاد. روی همین توضیحات رو براتون میدم که چه کارهایی باید انجام بدید. این شرکت کورپوریت تکسش رو کورپوریت تکس باید رجیستر بشه. وقتی که درخواست رو میزنید برای کورپوریت تکس این صفحه براتون باز میشه. این رو میزنید که وارد بشید و گام به گام مرحله هایی که باید اطلاعات رو داخل این قسمت آپلود کنیم رو ببینیم با هم. مرحله اول توی این قسمت اینجا ببینید Corporate Tax Registration به ترتیب مراحل رو باید توی این 5 مرحله کامل بشه. مرحله اول Entity Details که نوع شرکت رو وارد میکنید، ساب تایپ شرکت وارد میشه. به این ترتیب اینجا Currency of Registration که United Arab Emirates هست، Date of Incorporation از تاریخی که شرکت ثبت شده وارد میشه و اینجا باز هم اطلاعات Corporate Tax Period که از اصولا بیشتر شرکت ها از ژانویه تا دسامبر هستن. وقتی که این رو میزنید این قسمت ها اتومات براتون میفته. پایین صفحه Next استپ رو میزنید و نگران نباشید اگر هر جایی که نیاز داشته باشه خود این سیستم بهتون میگه مثلا برگردید این قسمت کامل نشده و کاملش کنید. هر زمانی که این تیکر تایید مرحله رو میگیرید یعنی این مرحلهتون کامل انجام شده و شما رو ارجاع میده توی مرحله بعد. الان ما مرحله اول داده های اولیه‌مون درست وارد شد و رفتیم توی مرحله بعد. تو مرحله دوم لایسنس باید وارد شه. ما برای ثبت اطلاعات توی این سایت به لایسنس شرکت نیاز داریم، به آیدی نامبر نیاز داریم و به MOA که همه شرکت ها برگه هاش رو دارن. الان اینجا اطلاعات لایسنس رو میخوایم وارد کنیم. Trade License Issuing Authority شرکتی که ثبت انجام شده درش، نوعی که هست، Trade License Number و تاریخ تأسیس و تاریخ خاتمش.
legal name in English رو باید بزنید و legal name in Arabic. دوباره trade name و تمام این اطلاعات داخل لایسنستون هست. اطلاعات رو که وارد میکنید اینجا هم گزینه داره که از شما میخواد خود لایسنس رو بارگذاری کنید و اونجا هم اینجا اطلاعات خود لایسنسی که کاغذی دارید، فایل PDF رو دارید، اینجا بارگذاری میکنید. ازتون بیزینس اکتیویتی دیتیلز رو میپرسه، میگه نوع فعالیتی که شرکت داره چیه، این انداستریش رو میزنید، مین گروپ، ساب گروپ. داخل لایسنستون همه این اطلاعات نوشته شده و یک کدی رو هم دارید. این اطلاعات رو اینجا میزنید، گزینه رو انتخاب میکنید، اینجا سوالی که ازتون میپرسه رو یس میزنید و میرید اونر تایپ رو میزنید. اونر تایپ مدیر شرکتی که شرکت رو تأسیس کرده که اینجا به آیدی نامبرش نیاز دارید و درصد حالا اگر یک نفر، 2 نفر یا هر چند نفری که هست اینجا اطلاعات باید وارد بشه. لوکال برانچ دیتیلز رو نو میزنید و میرید توی مرحله بعدی. ببینید اینجا تیک مرحله دوم هم ثبت شد، یعنی الان 2 مرحله کامل. میریم تو مرحله سوم. مرحله سوم کانتکت دیتیلز هست. کانتکت دیتیلز کانتری رو میزنید که امارات هست و آدرس جایی که شرکتتون رو ثبت کردید، یعنی یه دفتر قانونی دارید یا اونجا رو به عنوان مکان قانونی شرکتتون نشون دادید. موبایل نامبر، شماره موبایلی که دارید، اینجا اطلاعات رو میزنید. ایمیل نفری که مسئول اصولا مدیر عامل. دوباره هم برید مرحله بعدی نکست استپ. پس مرحله سوم هم با تیک موفقیتش رفت جلو. توی مرحله چهارم وارد اتومات سیگنتوری شدیم که باید این اطلاعات رو به شما نشون میده. لیست اطلاعات رو میزنید، ازتون آیدی نامبر مدیر عامل رو میخواد بارگذاری کنید و پاسپورت رو باید بارگذاری کنید. اطلاعاتی که داشتیم یه بارم گفتم، لایسنس، MOA، آیدی نامبر و پاسپورت. اینجا پاسپورت هم نیازه که آپلود بشه. مرحله بعدی رو واردش میشیم. پس الان 4 مرحله‌مون کامل وارد شدیم و اینجا به همون نشون میده که ریویو انجام بدید. این اولد ها برای شما نمیفته، من چون الان یک بار باز کردم و دوباره دارم نهایی میدم اطلاعات میفته. تمام اطلاعاتی که وارد کردیم، بارگذاری کردیم، اینجا به شکل ریویو میتونید ببینید. اگر جایی از اطلاعات نیاز به اصلاح داشت، اینجا ادیت رو میزنید و 5 مرحله به مرحله رو اینجا چک و کنترل نهایی میکنید و در نهایت یه گزینه‌ای هست که سابمیتش میکنید. وقتی که گزینه سابمیت رو میزنید میره تو مرحله ریویو. این مرحله تمام میشه، نهایی میشه و به شما یک کد رهگیری میده و بهتون میگه که توی این تاریخ شما اطلاعاتتون رو گذاشتید و زمانی که این اطلاعات رو بگذارید نهایی که بشه میاد اینجا یا ویو رو من براتون باز میکنم که این قسمت رو نگاه کنید. ببینید توی این مرحله رجستریشن استاتوس این ریویو در میاد. این ریویو یعنی اینکه فدرال در حال بررسی کار شماست و هر زمانی که اینجا کارتون نهایی بشه یه جی آی بند بهتون میده و اینجا این 2 تا کدی که به شما میده به شما میگه که شرکت اپروو شد و تایید شد که از طریق این که داخل این اطلاعاتی که رجستر کردید گذاشتید این اطلاعات برای شما میاد. این کار خیلی زمان زیادی نمیبره. نهایتاً تا بخواید اطلاعاتتون رو بارگذاری کنید خیلی زمان زیادی میبره، 1 ساعت و خیلی کمتر از 1 ساعت زمان میبره. اطلاعات فقط گذاشتن همین اطلاعات شما به راحتی میتونید توی سایت فدرال تکس دبی
شرکتتون رو رجیستر کنید و رجیستر کردن شرکت خیلی مهمه در دبی، توی قانون جدیدشونه و برای اظهارنامه 2024 اگر شرکتتون رجیستر نشده باشه حتی مشمول جریمه میشید و نمیتونید اظهارنامه‌تون رو رد بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون آموزنده باشه و خیلی از مشکلاتتون رو برای کار اول و ثبت اولیتون تا حد زیادی به کمکتون اومده باشه. مرسی ازتون، تا ویدیوهای بعدی. فعلا خدا نگهدار.